3 تا ترفند تماس که داخل آیفون حتما باید بلد باشید. اولی از تنظیمات گوشیتون قسمت سرچ کلمه فون رو سرچ میکنید و انتخابش کنید. برید پایینتر اینجا لایو وایس میل رو انتخابش کنید. اگه این تیگ روشن باشه پیغامگیرتون فعال میشه. خب ترفند دوم از همون قسمت فون برید پایینتر اینجا نوشته شیر من فوتو. کافیه اینجا گزینه ادیت رو بزنید و یه عکسی انتخاب کنید از قسمت گالریتون و اینجا اضافهش کنید. با هر کسی تماس بگیرید عکستون برای اون شخص هم میره. اینجا 2 تا گزینه داره. گزینه اولی فقط برای مخاطبینتون ارسال میشه این عکس. دومی رو حالت خودکار قرار میگیره. اگه میخواین که موقع تماس فلش گوشیتون چشمک بزنه و وقتی که گوشیتون روی سایلنت شما بفهمین که باهاتون تماس میگیرن، کافیه اینجا کلمه فلش رو سرچ بکنید و از این بالا این اولین مورد رو فعال کنید.